دوستان نهایت عزیز، ما امروز آمده ایم در کوه اژدر یا دره اژدر. او پایین را که شما میبینین او را به نام دره اژدر میگه و همچنان این موقعیتی که ما هستیم این خود اژدر یا کوه یا هم تپه اژدر میگه. دوستان عزیز، یعنی هم چشمش است میگه که از چشم از آب میبره دیگه. نمیفهمم که مو طعم و ذائقه از چه قسمی است، اما بسیار به سرعت میبره. چه والا خوب آب یخ است، نمیفهم چی رقم است. بوی کنم، بوی خو نداره. ده ببین یک مزهش یک تست بکنم. من نمیفهم، بسیار عجیب استی. والا گوشهایش این طرف مونده، چشمایش او طرف مونده دیگه. ای که امو پایینش خو بر صورت. این موقع دستی جالب است که بعضی باز ایره نیش هم میگه. ایره مردم میگه که همون جای او خوری اسب امام علی علیه السلام بوده که نمیفهم چقدر راست است چقدر دروغ است دیگه. ایره از برادر میشنیم در رابطه به این مردم چی میگه؟ والا دی مردم که میگه این جای او خوری اسبش است که قبلا اینجا فکر کنم بعد از پوشتنش اینجا را او خوری اسب تیار کرده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان نهایت عزیز. انشالله در هر کجایی هستین خوب و خوش و آرام و سریحال باشین. دوستان نهایت عزیز، ما امروز آمده ایم در کوه اژدر یا دره اژدر. او پایین را که شما میبینین او را به نام دره اژدر میگه و همچنان این موقعیتی که ما هستیم این را خود اژدر یا کوه یا هم تپه اژدر میگه که خیلی ها در رابطه به این بعضی روایت ها رو میگه و خلاصه هر کسی هر بزرگ یک چیزی میگه. بعضی ها میگه که در زمان های سابق یک اژدهای بسیار کلان بوده که ایره هیچ کسی نمیتونسته شکست بده. باز حضرت علی علیه السلام خواسته که ایره شکست بده و اونمو را با شمشیر خود میزنه و دو شق میکنه دیگه. ما هم دقیق نمیدونیم که چقدر راست است چقدر دروغ است و ایره ما باور داریم که یا باور داشتیم به قدرت حضرت علی علیه السلام و چیزایی که این مردم ساحه منطقه میگویند. اگر شد با بعضی کسایی که در این موقعیت هست همراهشون صحبت های می داشته باشیم که چقدر این گپ راست است. یک برادر همینجا است در کنار ما، به نظرم که از همین ساحه است. یک بار سوال میکنیم که در بینشار بزرگایشون چی میگه در رابطه. سلام، خوب است بیادر؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت بخیر باشین. نامتون؟ نام من سید قاسم. سید قاسم، از کجا هستین؟ باشنده فعلی بامیان. بامیان. در کدام موقعیتش میشینین؟ نمی دره اژدر. نمی دره اژدر. بسیار خوب، ما شما وایسا می طرفم بیایم. این در رابطه به این معلومات دارین یا که بزرگایتون چه قصه میکنه در بینشون در رابطه به این؟ حالا برادر عزیز، ما خورد هستیم و معلومات کافی درباره اینجا نداریم. ما کلان شدیم ما که است در کابل است. ما خیلی خورد بودیم که از اینجا رفتیم و اینجا که است یه اژدها است ایره که من نمیفهم درست، ولی هم چیزی که بزرگا قصه میکنه به دلایل نامعلومی بوده که امی اژدها از خیلی زمان پیش اینجا بوده که پیشتر هم خودتان گفتین که حضرت علی با شمشیر خود تونسته که ایره بکشه، ولی دلایلی است که شاید هم راست بوده باشه. این باز از کدام موقعیت شروع میشه؟ این دقیقاً فکر کنم که از همین موقعیت شروع میشه. همین خط همین جرگی که است. همین موقعیت. اینجا به نظر مثل امور پر بوده. باز اینجا سرک بوده به خاطر اینجا را پرانه کرده، پر کرده. بله بله. خب بسیار خوب. و دیگه ای که ما شنیدیم که جدا از این بعضی جاها چوچهش هم است. چوچهش هست. او در کدام موقعیت است؟ و یکی که است اونو قسمت است و یکی فکر کنم 4 تا بوده. 4 تا بوده. 4 تا چوچه داشت. یک تاش اینجاست، دیگرش باز در کجا میبود؟ دیگه‌اشو دقیقاً خبر ندارم، ولی یکیش که امی بزرگا میگه که یکیش در ولایت بیسود است. بله. یکیش اونجا است، یکی دیگه‌ش هم همینجا است. بسیار خوب. هم تا آیسا بریم که کدام موقعیت از ایره گوشش میگه، کدام موقعیتش چشمش میگه و نگفته نباید ماند که میگه همون موقعیتی که چشمش است از اون موقعیت آب میبره. بله بله. دقت بکنین دوستای عزیز که موقعیت چقدر کلان درد شده اونمو توسط شمشیر. و دیگه ای که جالبیش در کجاست که این موقعیت‌های بینا همه تو کلان است درزش، ولی در اول و آخر درزش بسیار خرد شده رفته. بسیار عجیب است. والا
دوستان عزیز شما هم یک چند تصویر زیبا از این موقعیت را ببینید. ما تا اینکه در اون موقعیت چشمش و گوشش یا یکم سرش برسیم که چی گپه است اون چی رقم است، تصاویرهای زیبا را شما فعلا بیننده باشید. دوستای عزیز در این موقعیت یک تا زیارت است که او زیارت هم فعلا تخریب شده و همچون در پالویش یک علم است که زیارت را هم به خاطر همین جور میگونه کسایی که عقیده داره به زیارت، کسایی که مریض داره به خاطر شفایاب شدنش میآید. این زیارت را باز کدام زمان جور کرده بود؟ این زیارت را فکر کنم یک وقدر دیر نمیشه دیگه. دمی تازگی هست. دمی حدوداً شاید یک 10-15 سال شده باشه. از او پیش نه؟ از او پیش فکر نکنم. بازی در رابطه به خبر داری که تا هنوز کسی را شفایاب کرده؟ نه. معلومات نداری. ولی مردم ها خیلی عقیده دارن. مریض میارن و فهمیدی خیلی بندوبستی دیگه در معلم بس نمیکنن و فکر کنم خیلی داخل زیر به نظرم تخریب کرد. داخلش نه. داخل زیر ما تازه به نظرم دیدم زیر تخریب کرده بود. وایسا میریم اون طرف. دوستان عزیز ما هم فعلا در یک جای قرار داریم که ایره مردم میگه که همون جای او خوری اسبی امام علی علیه السلام بوده که نمیفهم چقدر راست است چقدر دروغ است دیگه. ایر از برادر میشنیم در رابطه به این مردم چی میگه؟ والا در مردم که میگه این جای او خوری اسبش است که قبلا اینجا فکر کنم بعد از کشتنش اینجا را او خوری اسب تیار کرده. با یک قسمت جای دیگه ازی است که جای پای اسبش است. بله. اونجا فعلا به نظرم به چشم دیده نمیشه. نه. در کدام موقعیتش باشه دیگه اور ما نمیفهم که در کدام موقعیتش بوده باشه. دوستان عزیز اینجا هم دیگه اونمو سر اژدها است. به نظرم در یک موقعیت رسیدیم که اونو هم اونو رو میبینین دوستان، اونو هم گوش اژدها است. یعنی طرف هم میگه چشمش هستیم، ما نزدیک به چشم و سرش رسیدیم. دوستای عزیز یعنی هم چشمش هست، میگه که از چشم ازی آب میبره دیگه. نمیفهم که مو طعم و ذائقه ازی چه قسمی است، همون بسیار به سرعت میبره. چه عجیب صدای والا خوب آب یخ است، نمیفهم چی رقم است. بوی کنم بوی خو نداره ده، ببین یک مزهش یک تست بکنم. بسیار زیادی یک قسم مزه دیگه داره، نه شور است نه تلخ است، یک مزه بسیار عجیب داره. نمیفهم دیگه اما قسمی که اگه شما متوجه شده باشین یگان وقتی گریه تان میاد باز ما به چشمتان که دادن تان میره دیگه اونم تا یک مزه به فکرم داره دیگه هم به چشم ازی میبره. اما تو مردم میگه دیگه بر صورتش. دوستای عزیز اون موقعیت هم گوشهایش بوده که میگه دمون سابقه از گوشهای و هم آب میبره آمده بوده که اونمو بازم تو آیسته 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 و خدا کلان کرده. اونمو آب از او قسمی است که مثلا هرچی که مثلا خوش شوه تو ریگ 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 تو از خود سنگ جور میکنه، مثل که
اونور دوستای عزیز اگه شما متوجه شده باشین باش برای شما تصویرش از نزدیک هم ما داشته باشیم. این همی 2 گوش است. من نمیفهم بسیار عجیب است والا. گوشاش این طرف مونده چشماش او طرف مونده دیگه ای که اما پایینش خب برصورت این موقع از جالب است که بعضی باز ایره نیش هم میگه که میگه این نیش هایش است دیگه نمیشه که مثلا گوش از چیم که این طرف باشه احتمال داره نیشش باشه ما دقیق هم نمیفهمیم او طرف هم این طرف هم دوستای عزیز اگر مشاهده بکنین دیگه اینجا هم تو رگ آب است یعنی موقع از این موقع گوش دی هم آب می آمده بوده تا اینکه نمی سنگ را ساخته دیگه بچه ما بالا برشته نمیتونم قلطه نخورم اینی موقعیت را دیگه بسیار عجیب است دوستای عزیز. انشالله که از برنامه امروز ما لذت برده باشین گرچه ما هم معلومات کافی در رابطه به این نداشتیم و خواستیم که یگان تا از بزرگا خط خود بگیریم ولی کسی هم نبود در مسیر راه دیگه در این موقعیت ها انشالله که از گزارش امروز ما لذت برده باشین. اگر کمی و کاسی که در برنامه ما بود شما از بزرگواریتون ما را ببخشین دیگه همه شما از آن را به خداوند یکتا میسپارم. شما هم چند تصاویر زیبا از این موقع را بیننده باشید. تشکر.